من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف ابراهیم. باز هم اینها را خبر بده از مهمانان ابراهیم. این نمونه ای هست از تخویف دنیوی. داستانش را و واقعش را شما خواندید که مهمانان اول پیش ابراهیم آمدند، بعدا پیش لوط آمدند و رسالتشون دوتا بود، یکی به ابراهیم مژده فرزند بدند، یکی برای قوم لوط عذاب بیاورند. لذا به ترجمه بسنده میکنیم چون خواندیم. پس ربطش با گذشته چی شد؟ این نمونه از تخویف دنیوی هست. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، به آنان خبر بده از مهمانان ابراهیم. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که بر ابراهیم داخل شدن گفتن سلاما، ای سلمنا سلاما، ما سلام میگوییم به شما سلام. قال انا منکم وجلون، ابراهیم با زبان حال گفت ما از شما میترسیم، چون که نشان میداد هیئت ابراهیم بعد از اون مراحل. اینجا اختصار است. قالوا لا توجل، گفتن که نترس. انا نبشرك بغلام علیم، ما تو را مژده میدیم به بچه اونم دانا، علیم به علم نبوت. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، گفتن آیا به من مژده میدهید با وجود اینکه بر اینکه به من پیری رسیده، مسنی الکبر، فبما تبشرون، به چه چیزی بشارت میدید؟ از یک انسان پیری چه چیزی ساخته است؟ قالوا بشرناک بالحق، ما به حق تو را بشارت میدیم. فلا تکن من القانتین، از انسانهای ناامید نباش ای ابراهیم. قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، ناامید نمی شود از رحمت پروردگار مگر گمراهان. ابراهیم میگه ناامید میشوند، من ناامید نیستم، اما کیفیتش را از شما پرسیدم. قال فما خطبكم ایها المرسلون، خب دیگه چی کار دارید؟ دیگه چی مأموریت و چی وظیفه‌ای دارید ای فرستاده شدگان خدا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم، قومی که جرم شغلشان هست. الا آل لوط، لكن آل لوط یعنی متعلقین لوط، اونها جزء اون قوم نخواهند بود. انا لمنجوهم اجمعین، ما همگی را نجات میدیم، اونهایی که با لوط هستند. الا امرأته، مگر زنش، قدرنا، ما مقدر کردیم که انا لمن الغابرین، او از ماندگاران است، از کسانی که میماند در اون شهر و به عذاب گرفتار میشه. خب با ابراهیم خداحافظی کردند، آمدن پیش لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون، زمانی که فرستاده شدگان پیش آل لوط آمدند،
پیش آل لوط آمدن. قال انکم قوم منکرون. لوط علیه السلام گفت شما قوم ناآشنا هستید، نمیشناسم، شما کی هستید؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. ای لوط ما آوردیم اون چیزی را که اینا تو شک داشتند، یعنی عذاب. البته اینجا جملات تقدیم و تأخیر هستند، مقصود بیان میشه اون ترتیبی که اول آمدند و لوط نشناخت و ناراحت شد، اونا را بعدا ذکر کرده. مقصود و هدف اون مطلبی هست که اینجا اتفاق افتاد. و اتیناک بالحق و انا لصادقون. ما حق پیشت آوردیم یعنی عذاب و ما در این خبر صادق هستیم. فاسر باهلک بقطع من اللیل. در یک تکه از شب با اهل و عیالت برو واتبع ادبارهم. واتبع ادبارهم یعنی دنبال کن پشت سر اونها را. ولا یلتفت منکم یعنی اونها را جلو کن، خودت پشت سرشون برو، پشت سر اهل و عیالت. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کسی به پشت نگاه نکند، التفات نکند، برید شما. وامضوا حیث تؤمرون، بروید هر جا که دستور داده میشوید. مفسرین گفتن به لوط علیه السلام دستور داده شد که کلا از این منطقه بره به ملک شام. ملک شام زیاد دور نبود، به ملک شام بره. ملک شام جای اصلی حضرت ابراهیم است که البته بعد از این که اونجا توطن گزید، اونجا وطنیت را اختیار کرد، قبلا در عراق بود. و قضینا الیه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. الله می فرماید ما این امر را فیصله کرده بودیم، این ادخال الهی است که ریشه اینها قطع میشه سر صبح. ریشه اینها صبحگاهان چی میشه؟ قطع میشه، یعنی اول صبح الله اینها را به عذاب گرفتار میکند. الان ببینید که مردم که با خبر شدن از فرشتگان چیکار کردن. و جاء اهل المدینه یستبشرون. حماقت قوم لوط. اهل شهر آمدن همدیگر را مژده میدادند. خبرداری بچه های امردی در خانه لوط آمده، بریم به طرفشون. همدیگر را مژده میدادند و با خبر میکردند. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. لوط گفت ای قوم اینها مهمانان من هستند، فلا تفضحون، مرا رسوا نکنید، جلوی اینها شرمسار نکنید. واتقوا الله ولا تخزون، از الله بترسید، ولا تخزون، مرا رسوا نکنید در نظر مهمان ها، اینا مهمان ما هستند. قالوا اولم ننهك عن العالمین. این اناد قوم، آیا ما تو را باز نداشتیم از عالمیان؟ یعنی چی؟ یعنی حق نداری از کسی دیگه دفاع کنی. ای عن اجارت احد منهم و حیلولتک بیننا و بینهم. ما باز داشته بودیم، گفتیم لوط از این به بعد حق نداری از کسی حمایت کنی، بین ما و بین اونها حائل بشی. اینها معلوم میشه که لوط، از این آیه معلوم میشه که لوط بارها با اینها درگیر شده بود. بارها اینها نوجوانهایی، پسر بچه هایی را گرفته بودند و میخواستند نسبت به اونها تجاوز بکنند. لوط آمده بود، مانع شده بود، با اونها درگیر شده بود، نکنید این کار را. لوط اونها را از آن نجات داده بود، رها کرده بود، اما اینها به لوط تذکر داده بودند. از اینجا معلوم میشه که تو حق نداری از کسی دفاع بکنی، کسی را پناه بدی، حق نداری تو کار ما دخالت کنی. لذا اینجا به لوط اعتراض میکنند که اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو را باز نداشتیم عن العالمین، یعنی عن حمایت العالمین، از حمایت تمام مردم دنیا، تو چی کار داری با اونها؟
لوط گفت هؤلاء بناتی، اینها دختران من هستند، ان کنتم فاعلین، اگر شما این کار را میکنید به وسیله نکاح این کار را بکنید. بس یک تفسیرش همینه که نکاح با دختران من تا این اندازه آمدم ایثار بکنم، قربانی بدم، به عقد شما در بیارم، ولی با مهمانان من این کار را نکنید. و تفسیر دیگه همین که قبلا گفتیم منظور از بناتی زنان خودتون که دختران من پیغمبرند، اگر شما نیاز جنسی دارید پیش اونها برید، چرا جلوی مهمانان مرا شرمسار میکنید؟ الله عزوجل اینجا به جان رسولش سوگند خورده، لعمرک. سبحان الله، این کلمه رابطه عمیق بین این عبد و معبود را نشان میده که رسول الله هم چقدر شیفته ربش هست و رب چقدر حبیبش را دوست دارد. الله میفرماید لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، بجان تو ای محمد انهم لفی سکرتهم یعمهون، همانا آنها در مستی و نشگی خودشان یعمهون سرگردان بودند. امه کوردلی را میگن. حضرت آلوسی رحمه الله اینجا بسیار جمله زیبایی نوشته بر این لعمرک، بر این که خدا به محبوبش میگه به جان تو، میگه ما خلق الله تعالی و ما ذرأ و ما برأ نفسا اکرم علیه من محمد صلی الله علیه و سلم. از اینجا معلوم میشه که خداوند خلق نکرده و ما زرع و ما برع، پیدا نکرده، به وجود نیاورده هیچ نفسی را معززتر، مکرمتر، بهتر از محمد صلی الله علیه وسلم. به چه دلیل؟ و ما سمعت الله سبحانه اقسم بحیات احد غیره. تمام قرآن را بگرد ببین، نیست. نشنیدم من، آلوسی میگه نشنیدم من که خدای عزوجل قسم بخورد به حیات کسی، به جان کسی غیر از محمد. لذا این لعمرک جایگاه این محبوب خدا را میرساند که همونطور که محب خدا بود محبوب خدا هم بود، چون که انسان به محبوب سوگند یاد می کند، به جان محبوب ذکر می کند. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو ای محمد انهم لفی سکرتهم یعمهون، آنها در سکره خودشان، در نشگی خودشان، یعمهون ای یلعبون، بعضی گفتند سرگردان بودند. فاخذتهم الصیحة مشرقین، الله می فرماید صیحه آنها را مشرقین در وقت صبح گرفت. مشرقین یعنی اول صبح. ببین بعضی میگن شروق وقت طلوع را میگویند، الان مصبحین یا مشرقین هر دو درسته. اول صبح عذاب شروع شد تا طلوع خورشید ادامه داشت، زدن اینها، نابود کردن اینها، این بروستها را به آسمان بردن و از اونجا سرنگون کردن و تک تک اونها را با سنگل ها زدن. و لذا قیل، تفسیر قرطبی میگه اول العذاب کان عند الصبح، اول عذاب صبح بود، و امتد الى شروق الشمس، اما ادامه داشت تا شروق الشمس. فکان تمام الهلاک عند ذلك، هلاکت وقت چی بود؟ تکمیل شد به وقت مشرق، به وقت شروق الشمس، طلوع خورشید. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل. الله می فرماید قرار دادیم ما بالایش را پایین، یعنی سرنگون کردیم و باراندیم بر آنها بارانی از سنگل. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، همانا در این هست، در این واقعه، در این جریان هست
آیات و نشانات للمتوسمین، للمتفکرین. متوسمین یعنی کسانی که فکر میکنن میاندیشند. و انها لبسبیل مقیم، اینها سر راه اقامه داشتند، سر راه بود روستای اونها و شهر اونها. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، در این آیه هست، در این واقعه، در این جریان آیه هست و نشانی است برای مؤمنان. و ان کان اصحاب الایکة لظالمین، الله می فرماید همانا، این نمونه دوم است، این نمونه مختصر، همانا اصحاب ایکه ظالم بودن. ایکه میگویند جنگل انبوه را، درختان انبوه را، اشاره به سوی قوم شعیب هست. قوم شعیب در مدین بودند، ایکه بود اونجا، بسیار گنجان بود، درخت زیاد بود. الله می فرماید که و این کان اصحاب الایکة لظالمین، گرچه اصحاب ایکه ظالم بود. ها این ببخشید، این مخففه، این چی هست؟ این مثقله، مخففه من المثقله، این نه هست اصلش. همانا به تحقیق اصحاب ایکه هم ظالم بودند، یعنی قوم شعیب، اونها هم شرک را شرک میکردند، توحید را رد کردند، هم در کیل و وزن که شما به تفصیل خواندید. فانتقمنا منهم، ما از همه انتقام گرفتیم، هم از قوم لوط هم از قوم شعیب. و انهما لبامام مبین، الله تعالی می فرماید اینها هر دو یعنی اصحاب ایکه و اصحاب مدین، هر دو در شاهراه هستند. امام میگویند اون راه شاهراه را میگن، راه عمومی بزرگ را، در شاهراه واضح هستند. عرض کنم خدمت شما که قوم لوط هم در روستاهای صدوم بودند، سر راه بود روستاهای صدوم، و قوم شعیب هم در مدین بودند. قبلا خدمت شما گفتم که بین تور بودند، بین شام و بین کوه تور بودند. لذا الله تعالی می فرماید اینها اینجا زندگی میکردن، سکونت میکردن. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. در آیات گذشته نمونه‌هایی از عذاب خواندیم که برای اقوام گذشته بود. عرض کردیم کلا در این سوره مبارکه 3 نمونه عذاب یا دلیل نقلی هست. این سومیش هست و آخری هست درباره اصحاب حجر. اصحاب حجر که سوره هم به نام اونها نامگذاری شده، قومی بودند که در وادی به نام حجر زندگی می کردند. اینها قوم صالح علیه السلام بودند. حضرت صالح علیه السلام که قبلا داستانش را خواندیم، معروف به نام قوم ثمود هست. اصحاب حجر همین ها هستند، همین قوم ثمود هست. اینها هم تکذیب کردند. کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر مرسلین و پیامبران را تکذیب کردند. مگر مرسلین چند نفر بودند؟ یک صالح به سوی اونها فرستاده شد، اما قبلا عرض شده، گفته شده، تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران الهی هست، چون همه در اصول یکی هستند. بس تکذیب کردند اصحاب حجر مرسلین را. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین،
الله می فرمایند ما آیات خودمون را به آنان دادیم، آنان از آیات اعراض کردند. یعنی دلائل توحید را به وسیله پیامبرمان صالح فرستادیم اما اعراض کردند. و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، از قدرت و توان جسمی و امکاناتی که در دنیا داشتند الله می فرماید آنان از کوها را می تراشیدند و برای خودشون خانه های امن درست می کردند. و کان ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، خانه های امن، جاهای امن و پناهگاه های امن در کوه و در دل کوه برای خودشان می ساختند. اما اون جاهای امن اونها را امنیت نداد، نتوانست که عذاب را از اونها دفع کند. فاخذتهم الصیحة مصبحین، آنان را صیحه فریاد آسمانی، که فریاد آسمانی یا فریاد جبرائیل بود یا فریاد دیگری از آسمان بود که جگر پاره کننده بود، آنها را گرفت در حالی که صبح کردند. الله می فرماید فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، آنچه که کسب کردند، منظور اعمال مشرکانه هست. ما كانوا یکسبون پایینش بنویسید اعمال مشرکانه. اعمال مشرکانه آنها هیچ چیزی از اونها دفع نکرد، مشکلی از اونها حل نکرد، بلکه اونها به عذاب گرفتار شدند. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. خب بعد از اینکه این جریان اصحاب هجر و قوم صالح علیه السلام به پایان رسید و در چند آیه الله تعالی احوالشان را به صورت مختصر بیان کرد، حال به دلیل عقلی که قبلا دلیل عقلی اول خوانده شده، این دومی هست. یکی اولی بود به تفصیل بود و این دومی هست. الله می فرماید وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینشان را الا بالحق، مگر بحق اظهار الحق. الله آفرید تا حق را به مردم نشان بدهد، حقانیت الله از اینجا ثابت میشه. و ان الساعة لآتیة، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید بدون شک قیامت می آید. فاصفح الصفح الجمیل، تسلی برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم است. ای پیامبر من، تو اعراض کن از اینها اعراض کردن زیبا. اعراض کردن زیبا کدوم هست؟ الذی لا شکوة فیه، اعراض کردن زیبا همان است که هیچ شکوی توش نباشد. شما فعلا در گذر باش، تحمل کن، صبر کن تا اینکه الله تعالی به اینها رسیدگی کند. چرا فاصفح الصفح الجمیل؟ این علت است. ان ربک هو الخلاق العلیم، بدون شک رب تو خلاق هست، او این مبالغه هست. الله هر چیز را آفریننده هست و دانا هست، ما هر چیز را بهتر میدانیم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، تسلی هست رسول الله را. همانا ما دادیم به تو سبعا من المثانی، هفته از مثانی، هفته از آیاتی که تکرار می شوند. والقرآن العظیم، بیت قرآن عظیم دادیم. ببینید سبعا من المثانی تقریبا بالاتفاق تفسیرش سوره مبارکه فاتحه هست. سوره فاتحه یک نامش سبع مثانی هست. سبع مثانی یعنی سبع آیات تثنى، هفت آیاتی که تکرار می شوند. هفت آیاتی که تکرار می شوند، یکی از موارد تکرار در نماز هست که روزانه تکرار میشه، در هر رکعت تکرار میشه.
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. با توجه به این آیه شما در حدیث شما در هر رکعت میخوانید، اینها مثانی شدن دیگه، تکرار شدن. و بعضی گفتند که مثانی به این خاطر میگویند که در نزول تکرار شدن. در چی؟ در نزول، یعنی دوبار این سوره مبارکه نازل شد، اهمیت این سوره را میرساند. یکی نزولش در مکه مکرمه و یکی بعد از هجرت در مدینه طیبه، دوبار تکرار شده نزولش، به این خاطر بهش میگن سبع مثانی. والقرآن العظیم یعنی بقیه مضامین قرآن مجید. اما بعضی از مفسران من جمله شیخ رحمه الله ترجیح همینه که والقرآن العظیم تفسیر واو تفسیریه هست، تفسیر سبع من المثانی هست. سبع من المثانی را به دادیم، القرآن العظیم را دادیم. القرآن العظیم بر اساس این هم مراد فاتحه هست. یکی دیگر از نامهای سوره فاتحه چی است؟ القرآن العظیم. و این تفسیر تایید می شود با حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم: اوتیتو سبعا من المثانی والقرآن العظیم. خداوند به من داده، من داده شدم سبع مثانی و قرآن عظیم. پس قرآن عظیم تفسیر همون سبع مثانی هست. از اینجا معلوم میشه که واقعا سوره فاتحه اهمیت دارد. سوره فاتحه سوره بسیار بزرگی هست، بسیار مرتبه و جایگاه بلندی دارد که الله عزوجل به عنوان تسلی برای محبوبش میفرماید ما به شما سبع مثانی و قرآن عظیم دادیم، لذا تو صبر کن، تو تحمل کن. به همین خاطر هست رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را شفا لکل داء می فرماید. شفا هست برای هر مریضی، برای هر مشکلی. شما صحابی وقتی که سوره فاتحه می خواند و اون رئیس قبیله که گشتم او را گزیده سوره فاتحه می خواند، فوراً خوب میشه، چند تا از گوسفندان را دریافت می کند، به خاطر اون از بس که تأثیر گذار هست. پیغمبر خدا وقتی میپرسه شما چیکار کردی؟ میگه من سوره فاتحه را خواندم. پس سوره فاتحه واقعا کسی اگر یقین داشته باشد و باور داشته باشد بسیار تأثیر گذار است. از هر تعویزی که انسان از کسی دیگه بگیره و به گردنش آویزان بکنه، به دستش ببنده، بهتر اینه که هر وقتی که احساس درد میکنه در وجود خودش، احساس درد در یکی از بچه های اهل خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، 7 مرتبه این سوره مبارکه را بخواند و دم کند، این از هر چیز تأثیرش بیشتره. سوره معمولی نیست. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک. حال اینجا سرزنش است که شما به متاع و کالاهای دنیایی که به اونها دادیم به اونها چشم ندوزید. خطاب رسول الله راست، مراد همه ما هستیم. لذا خدا به شما این سرمایه معنوی عظیم یعنی قرآن عظیم و سوره فاتحه را به شما عنایت کرده. شما چشم ندوزید الی ما متعنا به ازواجا منهم، به آن نعمتهایی که ما به عنوان متاع و به عنوان بهره‌گیری دادیم آنها را به کفار. ازواجا منهم، نعمتهایی که انواع مختلفی از اون نعمت هستند، اقسام مختلفی هستند، یعنی انواع نعمت ها که ما به اونها دادیم شما چشمتون را به اونها داشته نباشید. ولا تحزن علیهم، و الله می فرماید که بر آنان هم غم نخور. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه حزین بود، همیشه ناراحت بود که اونها چرا ایمان نمی آورند.
الله می فرماید که ولا تحزن علیهم، بر ایمان نیاوردنشان غم نخور، واخفض جناحك للمؤمنین، و بازوهایت را در مقابل مؤمنین پایین بگیر، یعنی در خدمت بر مؤمنین باش، در مقابل مؤمنین تواضع داشته باش، خدمت اینها بکن. کفار سرکش متمرد وقتی که به حرف شما گوش نمی کنند جوش نزن، ناراحت نباش و بازوهایت را برای مؤمنین پایین بگیر، هرچی که اونها تقاضا دارند انتظار دارند به اونها پاسخ بده. وقل انی انا النذیر المبین، اون کفاری که از شما انتظار دارند که شما معجزه مخصوص برایشون بیارید، آیت مقترحه، آیه مطلوبه و خواسته اونها رو بیارید، در جواب اونها بگو انی انا النذیر المبین، من نذیر هستم، ترساننده ای هستم از سوی رب العالمین، ترساننده آشکار. کما انزلنا علی المقتسمین، این نمونه دیگری هست از عذاب، اما این نمونه دو تا نمونه در آخر می آید. این دو تا نمونه در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. دو نفر بود، ببخشید دو گروه هستند اینها، که یک گروه قرآن از اونها یاد کرده المقتسمین. مقتسمین یعنی تقسیم کنندگان، خودشون رو تقسیم میکردند. مفسرین نوشتن اینا 16 نفر بودند، اسمایشون هم تو تفسیرها آمده، همین سرکشان معروف مثل ابو جهل، مثل ولید، مثل امیه، مثل عتبه، شیبه، عاص بن وائل، نضر بن حارث، اینا جز اینها بودند. اینها خودشون را تقسیم میکردن بیشتر در ایام حج، در ورودی های مکه مکرمه. 16 نفر بودند، حدوداً مکه از 16 قسمت میشد که وارد شد، لذا اینها بر ورودی های مکه می نشستند و تمام کسانی که به حج می آمدند به اونها می گفتند که ببینید شما این کسی که تازه در میان ما هست و ادعای پیامبری می کند، فریب او را، گول او را نخورید. یکی می گفت این فرد جادوگر العیاذ بالله، یکی می گفت که این شاعر است، یکی می گفت مجنونه، هر کسی یک چیزی می گفت. لذا اینها خودشون را تقسیم کرده بودند و جدال بالباطل می کردند، با حق و کلمه حق و توحید خدای عزوجل مبارزه می کردند. الله عزوجل اینها را، همه اینها تقریبا در بدر و قبل از بدر از بین رفتن، نابود شدند، زیاد نماندند اینها. هم این گروه اول هم گروه دوم که المستهزئین، اونها را 5 نفر نوشتند. اون مسخره کنندگان که همیشه رسول الله را مسخره میکردن 5 نفر بودند. اینها را الله عزوجل همه را قبل از بدر و آخرین باقی مانده هایشون را در بدر خدای تعالی نابود کرد، از بین برد. پس این نمونه دیگری از عذاب است. قال مقاتل والفراء، این المقتسمین درباره مقتسمین میگه هم 16 رجلا، اینا 16 مرد بودند. بعثهم الولید بن المغیره، سرکرده اینها و سردسته اینها و سرآباش اینها ولید ابن مغیره بود. اینها را میفرستاد ایام الموسم، فاقتسموا اعقاب مکه و انقابها و فجاجها. اینا خودشون را تقسیم میکردن در اعقاب مکه و در به اصطلاح
ورودی ها و نقب بیشتر تونل را میگند، اون راهایی که وارد میشن از راههای پایین، و فجاج مکه، وادی ها، پایین ها. یقولون لمن سلکها، هر کسی که وارد مکه میشد اینا به او میگفتند لا تغتر بهذا الخارج فینا یدعی النبوه، این کسی که در میان ما خارج شده و ادعای نبوت میکند فریب این نخورید، فانه مجنون و ربما قالوا ساحر و ربما قالوا شاعر، مجنون، ساحر، شاعر، و ربما قالوا کاهن، چیزهای مختلفی میگفتند. قرطبی. بس الله میفرماید کما انزلنا علی المقتسمین، همان گونه که ما عذاب نازل کردیم بر مقتسمین، خودشون را تقسیم کردند. الذین جعلوا القرآن عضین، آنانی که قرآن را عضین یعنی پاره پاره کردند. قرآن را پاره پاره کردن به چه معنا؟ بعضی می گفتند شعره، بعضی می گفتند کهانته، بعضی می گفتند سحره، هر یکی یک چیزی می گفت. پاره پاره یعنی هر یکی یک لقبی، یک توصیفی برای قرآن می کرد. بعضی گفتند الذین جعل القرآن عظیم، مصداقش یهودی ها هستند که ورق کردن، به این معنا که به بعضی از آیات عمل کردن، به بعضی از آیات عمل نکردن. فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم بربت، سوگند بربت، لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون، ما حتما میپرسیم از همگی اما كانوا یعملون، از آنچه که آنها عمل میکردند. فاصدع بما تؤمر، اما ای پیامبر تو هرگز نهراس، عقب نشینی نکن. فاصدع بما تؤمر، علنی اعلام کن، شفاف و آشکارا اعلام کن دعوت توحید را. بما تؤمر، به آنچه که دستور داده میشی. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان اعراض کن، از مشرکان روگردانی کن. و مشرکانی که شما را مسخره میکنند انا کفیناک المستهزئین، این نمونه پنجم عذاب است. ما کفایت میکنیم شما را از مستهزئین، از مسخره کنندگان. کدوم مسخره کنندگان؟ الذين يجعلون مع الله الها آخر، آنانی که با الله عداوت دارند. یجعلون، قرار میدهم با الله معبود دیگر. فسوف یعلمون، ان قریب آنها میدانند. ان قریب میدانند. چی را میدانند؟ میدانند که خدا با اونها چه رفتاری میکند. این تخویف است. الله عزوجل اینها را در همین دنیا به کیفر اعمالشون رساند. عرض کردم آخرین اینها که باقی ماندند در بدر مردار شدند، کشته شدند. قبل از اون همه اینها را الله تعالی تار و مار کرد، یکی در سفری، یکی در وبا و طاعونی، یکی در مشکل دیگری، همه را الله تعالی نابود کرد. اما این 5 نفر، این المستهزئین 5 نفر هستند. اونها 16 نفر بودند، اینها 5 نفرند. و بعضی از اونها مثل ولید و عاص مثلا مشترکند، جز اونها هم بودند، جز اینها هم هستند. این 5 نفر ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، ابو زمعه و اسود ابن عبد یغوس. تفسیر بحر المحیط نوشته این 5 نفر را. پس الله می فرماید که اینها را خدای تعالی خودش به کیفرشان میرساند، به حسابشون میرسد. انا کفیناک المستهزئین، این معنی است. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، تسلی هست برای پیغمبر خدا. الله میفرماید ما میدانیم که سینه تو، دل شما تنگ میشه از آنچه که میگویند، ولی شما تحمل کن. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح و حمد پروردگارت را بگو و از سجده کنندگان باش. تسلی مؤمن با عبادت است،
با ذکر یاد الله هست. الله وقتی که حبیبش را هم تسلی میده، هم به سوی نماز، به سوی تسبیح و ذکر به ما هم گفته یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. وقتی که مصیبت هست، وقتی که مشکل است، شما تسلیتون اینه که استعانت بطلبید با صبر و تحمل و نماز یا دعا، که نماز گفتیم دعا هم هست بعضی گفتن. پس شما هم الله می فرماید فسبح بحمد ربک، تسبیح و حمد پروردگارت را بگو، و کن من الساجدین، سجده کنندگان باش. این علاج حزن است، علاج غم است. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. در واقع اینجا 4 تا علاج الله تعالی بیان فرمود. یکی اول فسبح، دوم بحمد ربک، سوم و کن من الساجدین، چهارم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ربت را عبادت کن، عبادت کن تا کی؟ حتی یأتیک الیقین، حتی که موت تو فرا برد، یعنی تا آخرین لحظات حیات، تا آخرین لحظات زندگی. ببینید این پیامبر ما هست، این سید اولاد آدم است، این امام الانبیا هست، این شخصیتی است که دیگه جایگاه کسی و مرتبه کسی از این بالاتر نیست. این خدای تعالی می فرماید تا لحظات موت، تا آخرین لحظات حیات و زندگی در دنیا الله را عبادت کن. بس وقتی که ایشون دستور دارد عبادت کند، هیچ پیری و خلیفه‌ای از عبادت معاف نشده. بعضی میگن اینقدر این عبادت کرده که الان خدا این را بخشیده، دیگه تمام این دیگه بیشتر عبادت نکند. این فریب شیطان است، این وسواس شیطان است. الله می فرماید که به پیغمبرش تا لحظات موت. المراد واعبد ربک فی زمان حیاتک. امام رازی در تفسیر کبیر میگه مراد این است که ربت را در لحظات حیاتت عبادت کن. ولا تخلو لحظة من لحظات الحیات عن هذه العباده. هیچ لحظه از لحظات حیات از این عبادت خالی نباشد، همیشه به عبادت رب العالمین بپرداز. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل